سلام. امروز میخوایم بریم محله عرب نشین کیش، خانه بومیان کیش که خدمت 200 ساله داره و بعد از 3 نسل به صاحب این خونه رسیده. این خونه 2 تا حیاط داره که این حیاطش مخصوص مهماناشون بوده، چون رفت آمدشون خیلی زیاد بوده. اتاق زمستانه و اتاق تابستانه داشتن که کلی ابزارالات 80 سال پیش رو میتونید توی این خونه ببینید. صاحب این خونه زیبا یکی از بزرگترین تاجرهای مروارید در اون زمان بودن و چون لنزسازی و نجاری هم در کنار تجارتشون میکردن، کلی ابزارالات این سبکی داشتن. اتاق تابستانه اینجوری طراحی شده بود که یه بالکن خیلی بزرگ داشت در کنار اتاقی که 1.5 متر از زمین ارتفاع داره و بادگیرهای زیادی داره برای روزهای گرم تابستون. ورودی این اتاق هم از این قسمت بود. این آقا کلا منتظر دوربین من بود که اینجوری در رفت و آمد باشه. اینجا حیاط خصوصیشون بود که این ایالت سکو طراحی شده بود برای شب‌های گرم تابستون که اینجا بخوابن. توی این قسمت شما میتونید نقش حنا بذارید، لباسای محلی و بومی رو بپوشید و عکاسی کنید. اینجا آشپزخونه بود که آسیاب داشتن و یه سری ابزاراتی که برای همون 80 سال پیشه. این اتاق هجله بود که گویا به خاطر ثروتمند بودنشون این اتاق در نظر گرفته بودن برای تازه عروس دامادهایی که وسع کمتری دارن که یه مدت اینجا بمونن بعد برن سر خونه زندگی خودشون. این اتاق مخصوص خود مالک بوده گویا که کلی وسیله‌های آنتیک و زیبا توی این اتاق بود. این تخت خوابی که از هندوستان سفارش داده بودن و کلی وسیله‌های دیگه. یه چیزی که خیلی جالب بود توی این خونه این بود که همه اکثر اتاق‌ها سرویس داشتن توی اتاق و این خیلی برای من جالب بود برای اون زمان. و کلی نقاب ها، عود عربی و ادکلون های عربی رو میتونید اینجا تهیه کنید. اینجا هم که به سبک عرب های عزیز با قهوه عربی و خرمای خوشمزه شون از همون پذیرایی شد. مکتب خانه داشته این خونه و اتاق شیره‌گیری خرما و کلی آیتم های دیگه که اگر مثل من به فرهنگ و رسم و رسومات مختلف علاقه دارید حتما به اینجا سر بزنید. امیدوارم که عالی باشین.